بسم الله الرحمن الرحیم. روستای فضل آباد یکی از روستاهای قدیمی و متمدن نرماشیر می باشه که الان از آثارشون میبینی که روستا در الهوش 100 سال پیش یا 80 سال پیش خیلی روستا پرسکون و پر جمعیتی بوده. بعد متاسفانه سال 32 یا 30 قناتی داشته، قناتش خوش میشه، مردم از این روستا مهاجرت میکنن. الان این آثاری که الان میبینه ساختمان ها خونه که اینا که هستن ما دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی که بعدن که مهاجرت میکنن مردم به روستاهای اطراف اونها خالی از سکینه میشن. همه گرن در اثر خوش شدن قنات و آب آشامیدنی که نبود و زمان همه آب آشامیدن قنات استفاده میکنن. این دلیل مهاجر تو شد تا از سال 32 که مردم مهاجرت کردن رفتن روستاهای اطراف و شهرهای اطراف که یکی از روستاهایی که الان سکونت مردم فضل آباد هست، قاسم آباد هست یا شهرهای اطراف بوده. از اونجا الان دیگه میایم برای کشاورزیشون چند سال اون بودن رفتن، ولی الان سکونتشون اون تو فضل آباد تعدادی به صورت فصلی زندگی میکنن. فضل آباد دوباره آباد شد سال 50.